موفقیت یعنی چی؟ آیا این مسیری که ما باید طی کنیم که به موفقیت برسیم از قبل مشخصه؟ کی باید این مسیر موفقیت رو به ما نشون بده؟ جواب این سوالها رو توی ادامه ویدیو با هم مرور میکنیم. به نظرتون خانواده میتونه مسیر موفقیت رو به ما نشون بده؟ خانواده با اینکه ما رو خیلی دوست داره ولی توی اکثر موارد مانع بزرگ مسیر موفقیت. دوستان صمیمی ما که بعد ما رو هم نمیخوان، اونا هم نمیتونن این مسیر رو به ما نشون بدن. مسیر موفقیت رو باید خود تنهایی طی کنی و زمانی که تو این مسیر باید تصمیمات مهمی رو بگیری باعث میشه بفهمی چه توانایی‌هایی رو نداری و چه توانایی‌هایی رو باید به دست بیاری. اینجاست که باعث رشد تو میشه. این موقع است که سراغ افرادی میری که قبلا این مسیر رو طی کردن و مشکلاتی که تو این مسیر قراره برات پیش بیاد و بهت میگن و تو میتونی با استفاده از تجربه این آدم‌ها از این مسیر راحت‌تر عبور کنی و بتونی امپراتوری خودت رو توی زمینه کسب و کار و زندگی به دست بیاری. با وجود تجربه‌ای که مربی‌ها بهت میگن بازم مشکلاتی برات پیش میاد که خیلی بزرگتر از توانایی‌های تو و تو رو توی این مسیر شکست میده. اینجاست که طعم تلخ شکست رو تجربه میکنی و چیزایی که براش برنامه‌ریزی کرده بودی و دارایی‌هات رو از دست میدی و زمانی که توقع داری آدم‌ها کمکت کنن میبینی که اونا از قبل شکست تو رو قبول کردن. اینجاست که باید پاشی و تنهایی با تجربه‌ای که به دست آوردیم امپراتوری خودت رو دوباره بسازی. حرف آخر من اینه که توی مسیر موفقیت همیشه باید در حال حرکت باشید. اگر متوقف بشید شکست رو قبول کردید. ازت میخوام اون هدفی که همیشه آرزوش رو داشتی تو ذهنت بیاری و روزی 1 ساعت براش وقت بذاری که قدمی توی مسیر موفقیت برداشته باشی. من سهراب کلوندی هستم. اگر به موضوع فروش علاقه داری ویدیوهای دیگه ما رو هم ببین. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدی.